سلام و عرض ادب خدمت همه دوستداران و عاشقان خیاطی. در خدمت شما هستیم با معرفی یکی از بهترین و خاصترین محصولات شرکت معروف، معتبر و نام‌آشنای برادر. چرخ خیاطی برادر مدل ULT 21 یا همون اولتا 21. این چرخ خیاطی استارتی هستش. قابلیت تنظیم سرعت دوخت رو داره، قابلیت نصب پدال، دارای سوزن نخکن اتومات، دارای نخ قیچی‌کن اتومات، قابلیت دوخت جادوگمه چشمی، جادوگمه معمولی و تزئینی و رفو کردن به صورت کاملا اتومات رو داره، قابلیت دوخت 20 مدل جادوگمه متفاوت رو داره، قابلیت دوخت حروف انگلیسی در 3 تا فونت متفاوت، حروف ژاپنی، اعداد، طرح‌های گلدوزی و حاشیه‌دوزی رو داره، قابلیت نصب دستگاه گلدوزی و افزودن طرح دلخواه رو داره. این چرخ از کارت حافظه مخصوص شرکت برادر و فلاپی پشتیبانی میکنه. زبان دستگاه به صورت انگلیسی، ژاپنی و سایر زبان‌ها هست که پشتیبانی میکنه. این چرخ خیاطی قابلیت دوخت در 8 جهت متفاوت بدون جابجا کردن پارچه رو داره. قابلیت پر کردن همزمان ماسوره و دوخت رو داره، یعنی ماسوره پرکن دارای موتوری کاملا مجزا هست. این چرخ خیاطی قدرت نازک‌دوزی و ضخیم‌دوزی فوق‌العاده‌ای رو داره. خب میریم برای کار و آشنایی بیشتر با چرخ خیاطی. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشیم. خب اول از همه میریم برای آشنایی با کلیدها و قسمت‌های چرخ خیاطی. اینجا کلید استارت و استاپ داریم، کلید سرقرصی، کلید موقعیت سوزن، نخ قیچی‌کن اتومات، ولوم تنظیم سرعت دوخت که هرچی از سمت چپ به سمت راست بکشیم سرعت دوختمون بیشتر میشه، کلید پر کردن ماسورمون، قسمت جلوی چرخ اهرم یا همون ولوم فشار پایه رو داریم، اهرم سوزن نخکن اتومات، کارتر برش. خب ما اینجا توپی چرخ رو داریم، محل نصب کارت حافظه شرکت برادر، محل اتصال فلاپی، محل نصب پدال، کلید روشن و خاموش کردن چرخ خیاطی و کابل برق یا همون دو شاخش. خب دوستان وقتی ما بازوی چرخ رو در میاریم اینجا 2 تا امکانات دیگه داریم. یک، این دریچه رو به سمت راست میکشیم، محل اتصال دستگاه گلدوزیمون هست، دریچه رو میبندیم. اینجا هم یک کلید داریم، این کلید برای فعال سازی و غیر فعال سازی کاربرمون هست. سمت راست باشه کار پیشبر غیر فعال، به سمت چپ باشه کار پیشبرمون فعال میشه. در قسمت بالای چرخ ماسوره پرکن، محل قرار گرفتن قرقره، محل قرار گرفتن قرقره برای پر کردن ماسوره یا به عنوان استفاده از نخ دوم برای استفاده 2 سوزنه. خب اول از همه 2 شاخ رو به ترانس مبدلمون وصل میکنیم، کلید چرخ رو میزنیم، چرخ روشن میشه، مانیتور بالا میاد، یه بار روی صفحه میزنیم، وارد منوی دوخت میشه چرخ. میریم برای پر کردن ماسوره. قرقره رو جا میزنیم، از این قسمت نخ رو عبور میدیم، ماسوره همون رو جا میزنیم، نخ رو چند دور دوره ماسوره میپیچیم، دقت کنید از طریق کارترش برش میزنیم، اهرم رو به سمت جلو میاریم، کلید پر کردن ماسوره رو میزنیم. اینیم با ولوم سرعت هم میتونیم سرعتش رو کم و زیاد کنیم.
خب ماسور پر میشه، خودش متوقف میشه. خب اهرم رو به سمت پشت میکشیم از طریق کارتر. ببینین از این وسط نخ اضافه رو دوباره برش میزنیم. کلید مشکی رنگ رو به سمت راست میکشیم، درب ماسورمون باز میشه. ماسوره رو جا میزنیم، از این شیار نخ رو عبور میدیم، از مسیر مشخص شده نخ رو عبور میدیم به سمت خودمون که میکشیم. نخ اضافه برش زده میشه، درب ماسوره رو میبندیم، میریم برای نخ کشی. خب برای نخ کشی قرقره رو جا میزنیم، نخ رو از مسیر مشخص شده عبور میدیم، شماره 1 شماره 2 به سمت شماره 3 میاریم، شماره 3 به سمت شماره 4 و به سمت شماره 5 میاریم. خب دوستان دقت کنیم به این قسمت که میرسیم پای کار رو میدیم پایین، نخ رو از قسمت شماره 6 از این قلاب عبور میدیم، نخ رو از شماره 6 به سمت شماره 7 میاریم. دقت کنید برای استفاده از سوزن نخکن اتومات نخ توی بالاترین نقطه خودش باشه. اضافه نخ رو از طریق کارتر برش جلو برش میزنیم، اهرم سوزن نخکن رو تا آخر پایین میریم، میبینیم به صورت کاملا اتومات سوزن نخ میشه. یه بار دیگه انجام میدیم، از شماره 6 به سمت شماره 7 اهرم سوزن نخکن رو به سمت پایین میدیم، یعنی به همین سادگی سوزنمون نخ میشه. خب چرخمون الان آماده دوخت هست. خب دوستان دقت کنید ما توی مانیتور یه سری امکانات و یه سری گزینه ها رو داریم. میریم برای حالا اونایی که ما بیشتر باشون کار میکنیم و نیازمون هست و ما حالا بیشتر اونها رو آموزش میدیم. اینجا گزینه اول که خب مدل دوختامون رو داریم، از این دو تا فلش برای جابجایی صفحه ها انتخاب میکنیم. میبینین اینجا زده صفحه 1 از 2 درست، میزنیم میشه 2 از 2. این پایین دوباره یه سری گزینه ها رو داریم، اینا رو که بزنیم وارد صفحه بعد میشه. مدل جادگمه هایی که برامون میزنه، دوخت 8 جهت همون. دقت کنید کلید دومی که بزنیم و اوکی که میزنیم وارد یه فهرستی میشیم. ما اینجا هر کدوم از این مدل ها رو که انتخاب کنیم وارد یه فهرستی میشیم که میتونیم دوباره مدل های بیشتری رو چک کنیم. دقت کنید صفحه 1 از 9، صفحه 2 از 9، صفحه 3 از 9، 4 5 6 7 8 و صفحه 9 از 9. کلید برگشت، دوباره صفحه 1 از 5. حروف انگلیسی ساده، حروف کوچیک، اعداد، این هم فونت های مختلفش، دوباره حروف ژاپنی، این هم که همون دختای اصلیمون. این هم برای نصب زمانی که دستگاه گلدوزی نصب هست فعال میشه. خب اگه دقت کنید ما اینجا عکس یک صفحه رو داریم، روی یه صفحه میزنیم. ما اینجا یه سری گزینه ها رو داریم. گزینه اول برای زمانی هست که ما میخوایم سوزنمون بعد از زدن کلید استارت و متوقف کردنش سوزنمون اگه میخوایم موقعیتش بالا باشه خب اینو فعال میکنیم، اگه پایین باشه اینو انتخاب میکنیم. اینجا برای گام دوختمون هست، برای فاصله کار پیشبرمون هست که دوخت رو کجا بزنه، موقعیت سوزنمون هست. اینجا برای تنظیمات مربوط به دستگاه گلدوزی صفحه دوم. اینجا برای انتخاب رنگش هست، رنگ مانیتورمون هست. اینجا برای که فعالسازی غیر فعالسازی کلید یا همون بوقش هست. ببینید الان من هر گزینه‌ای انتخاب کنم دیگه صدایی نمیده، دوباره آن میزنم روشن میشه صدا. اینجا برای لامپ چرخمون هست. اگر دقت کنید نور جلوی چرخ الان این قسمت روشن هست. الان آف که میزنم دقت کنید نور چرخ خاموش میشه. دوباره روشنش میکنم،
اینا هم مابقی تنظیمات هست. اینجا برای انتخاب زبان هست. خب اینجا برای انتخاب دو سوزنمون هست. اینجا برای اینکه شما میخواید مثلا یه دختر انتخاب میکنین. الان وارد یک ما یه گلی رو انتخاب میکنیم. الان میبینیم به صورت پیوسته هست. ما این گزینه رو که میزنیم دقت کنید فقط از این تر برامون یه دونه میزنه. یا مثلا یه قلبی رو الان انتخاب میکنیم، الان اینو بزنم میبینیم به صورت پیوسته این تر ادامه دار میشه تا زمانی که خودمون استاپ و متوقف کردنش رو نزنیم این تر برامون ادامه پیدا میکنه. ولی با زدن این میتونیم خب خودمون تعدادش رو مشخص کنیم. اینجا هم برای گام دوختمون هست، فاصلش هست. اینجا کشش نخو داریم. اینجا فعال کردن نخ قیچی کن اتومات و این گزینه برای سرقرصی اتومات. این قسمت هم برای ریز و درشتی دوختامون هست. خب یه گزینه دیگه که ما اینجا داریم دیلیت هست. ببینید ما مثلا یک طرحی رو انتخاب میکنیم. خب اینجا اون طرحی که خودمون خواسته باشیم رو میایم حذفش میکنیم. ببینید اینجا هم میتونیم مثلا دوخت رو ریز و درشتش کنیم. دوباره میبینید درشت شد، ریز میشه. اینم دوخت رو حذف میکنیم. خب میریم برای کار با چرخ خیاطی. خب میریم برای شروع دوختمون. پای کار رو میدیم بالا، پارچه رو زیر کار قرار میدیم. برای شروع یه دوخت ساده و راسته رو انتخاب میکنیم. کلید استارت و شروع به دوخت. ولوم سرعت رو هرچی که به سمت راست ببریم سرعت دوختمون هم افزایش پیدا میکنه. چرخ فوق‌العاده نرم و کم صدایی هست. کلید نخ قیچی کن اتومات. این از دوختی که زد برامون. خب میایم گام دوختمون رو یه خورده افزایش میدیم. این بار برای افزایش گام دوخت همونطور که گفتیم از این دوتا گزینه میتونیم استفاده کنیم. خب کلید استارت دوباره و شروع به دوخت. خب اینجا میتونیم الان تفاوت گام دوختامون رو ببینیم. دوخت اول دوخت متوسط و سمت چپی گام دوخت بیشتر. خب حالا میریم این بار با یه طرح زیگزاگ گام دوختمون رو پس میکنیم. خب کلید استارت. خب اینجا گاممون رو این سری تغییر میدیم. خب اینجا نگاه کنید دوخت اولمون با گام معمولی هست. در ادامه گام دوخت افزایش بدیم. از دوخت رو و زیر با بهترین و کیفیت و دقت. خب میریم با هم دیگه یه طرح گلدوزی رو اجرا میکنیم. کلید استارت و شروع به دوخت.
میبینین این طرحی که زد برامون فوق العاده زیبا و با دقت. این بار یه طرح دیگه رو میزنیم. خب میبینیم بعد از اتمام کار سرقرصی و نخ قیچیکن اتومات خود چرخ به صورت کاملا اتومات زد برامون. این هم از دوختی که از چرخ برامون زد، دوخت فوق العاده زیبا و عالی. خب میریم برای دوخت حروف و اعداد. حروف انگلیسی رو انتخاب میکنیم، میریم با هم استوچرخ رو انتخاب میکنیم. کلید سرقرصی و نخ قیچیکن اتومات رو هم اینجا الان فعال بود. خب دوباره فعالش میکنیم. پارچه رو زیر کار میذاریم، کلید استارت و شروع به دوخت. اینجا دستم خورد، پشت سر هم فعال شده بود. خب این هم از کیفیت دوختی که زد برامون با بهترین دقت و بهترین کیفیت. خب میریم برای دوخت 8 جهتمون. وارد فهرست اصلی میشیم، دوخت 8 جهت ها رو انتخاب میکنیم. خب اول دوخت سمت راست، کلید استارت، شروع به دوخت. خب به سمت پایین میاییم، این بار به سمت راست. به سمت بالا میریم. دقت کنید الان بعد از زدن کلید متوقف کردن سوزن موقعیتش پایین میسته. میایم اینجا این گزینه رو فعال میکنیم، سمت راستی است. بعد از زدن کلید متوقف کردن سوزن بالا میسته. خب فعالش کردیم، دوباره حالا بالا رو انتخاب میکنیم، کلید استارت و شروع به دوخت. دقت کنین این بار سوزن بالا وامیسته. بعد از زدن کلید استارت و متوقف کردنش دقت کنین سوزن بالا وامیسته. خب میریم برای جهت های دیگه. به سمت چپ پایین، به سمت راست پایین، به سمت بالا سمت راست و بالا سمت چپ. این هم از دوختمون. خب میریم برای تست ضخیم‌دوزی چرخمون. خب این پارچه‌مون در حالت عادی دو لایه هست. ما این پارچه دو لایه رو 4 لایه‌اش میکنیم.
کلید استارت و شروع به دوخت. میبینید 4 لایه پارچه رو با بهترین کیفیت و به راحتی زد برامون. دوباره این پارچه 4 لایه رو ما لایه میکنیم، یعنی پارچه میشه عملا 8 لایه. کلید استارت و شروع به دوخت. ببینیم دوخت سمت چپی دوباره با بهترین کیفیت برامون زد. ببینیم پارچه رو 16 لایه کردیم، یعنی اون پارچه 8 لایه رو دوباره یه لایه زدیم. خب دوباره کلید استارت و شروع به دوخت. کلید نخ چکن اتومات. ببینید این دوخت و رو، این هم دوخت و زیر با بهترین کیفیت و بیشترین دقت. خب میریم برای تست جادکمه اتومات. خب میریم برای تعویض پایه. دقت کنید با زدن این کلید مشکی رنگ پایه از چرخ جدا میشه. پایه جادکمه اتومات چرخ هست. این قسمت قرار گرفتن دکمه هست به سمت پشت چرخ، یعنی به این شکل هست. اینجا یه دونه میله هست، این میله وسط شیار گیر پایه قرار میگیره به این شکل. پایه کار رو میریم پایین، پایه جادکمه سوار میشه. دقت کنیم برای جادکمه این اهرم حتما باید پایین باشه. خب میریم مدل جادکمه رو انتخاب میکنیم. کلید استارت، اینجا نخ چکن اتومات و سرقاسی رو هم انتخاب میکنیم. کلید استارت و شروع به دوخت. خب این هم از جادکمه ای که زد برامون. خب یه دونه دیگه هم گام دوختشو تغییر میدیم. دوباره کلید استارت و شروع به دوخت. این هم از جادکمه دوم. یه دونه جادکمه چشمی هم انتخاب میکنیم. این هم از جادکمه چشمی، نخ چکن اتومات. کلید استارت و شروع به دوخت. این هم از جادکمه چشمی که زد برامون. این دوخت فوق‌العاده با کیفیت، دوخت رو و دوخت زیر. یه دونه هم رفو کردن اتومات رو انتخاب میکنیم. خب رفو رو انتخاب میکنیم، کلید استارت و شروع به دوختمون. این هم از رفوی اتومات. این فوق‌العاده چرخ خوب، عالی، با بهترین کیفیت و با بیشترین دقت. خب میریم برای روغنکاری چرخمون. برای روغنکاری 2 تا پیش روی صفحه کارمون داریم، یکی سمت چپ و یکی هم سمت راست. این 2 تا پیش رو با هم باز میکنیم.
دقت کنید پای کار باید حتما بالا باشه. پای کار رو برمی‌داریم. دقت کنین به سمت راست میکشیم صفحه کار رو. دو تا گیره داره که به سمت راست میکشیم برای راحتی کار. ماسوره و ماکو رو در میاریم. دقت کنین اگه این زیر پرز، سوزن یا هر چیزی، آشغال یا هر چیزی هست، با شانه مخصوص اینجا رو تمیز میکنیم. این قسمت کمپلت رو تمیز میکنیم. در حد چند قطره روغن میزنیم. دقت کنین این قسمت ماکو یه دونه گیره داره و این قسمت کمپلتمون هم این قسمت یه دونه گیره داره. به این شکل ماکو رو جا میزنیم. دقت کنین ماکو به هیچ وجه به سمت راست گردش نداره و به سمت عقب نهایتا در حد چند میل. خب حالت صحیحش به این شکل هست. صفحه رو از راست به چپ جا میزنیم. پیچای صفحه کار رو هم ست میکنیم. این هم از روغنکاری چرخ. خب دوستان، یه نکته بسیار مهمی که باید ما همیشه دقت کنیم اینه که دقت کنیم اینجا بالای هر دوخت یه دونه شکل پایه و یه حروفی رو زده. این یعنی که ما برای هر دوخت باید از پایه مناسب اون دوخت استفاده کنیم. برای دوختای راسته اگه دقت کنین زده پایه جی، پایه مادر هست. از پایه آ یا همون ای برای جا دکمه اتومات استفاده میکنیم. برافو کردن. دقت کنید برای طرحها از پایه N برای دوخت در جهت پایه N برای سردوز صفحه 1 دوخت سردوز از پایه G برای دکمه دوزی پایه M. اگه میخواین دوخت بهتر و با کیفیت تری داشته باشین از پایه هایی که در مانیتور ذکر شده حتما استفاده کنید. خب دوستان، به پایان این ویدیو رسیدیم. ممنون که همراه ما بودین و ما را همراهی کردید. لایک و کامنت یادتون نره برای حمایت از ما. این پست رو به اشتراک بگذارید. حتما در قسمت نظرات بنویسید که دوست دارین ویدیوهای بعدی مربوط به چه چرخی باشه. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.